آقایون هیچ موجودی در این عالم پربرکت تر از حضرت صدیقه. حواست جمع کن، ایام فاطمیه داره میاد، محرم همه میاد، اما برای صدیقه طاهره سلام الله علیها فقط اونایی که محرمن راه دارن که میاد، چون میخوام بریم وارد بیت بشی دیگه. گفت هر کدوم از معصوم سلام الله علیهم اجمعین که شما صدا بزنید، امام حسین صدا بزنید، حضرت ولیعصر صدا بزنید، علی ابن موسی رضا، جواد الائمه سلام الله علیه صدا بزنید، هر کدومش میگه صدا بزنید، اون بهت میگه لبیک. چی کارم داری جانم؟ امام رضا میفرماید جانم چی کارم داری؟ اما فرمود که اگر که مادرشون صدیقه طاهره فاطمه اطهر سلام الله علیها رو صدا بزنید، همه 14 معصوم میگن لبیک. با مادر ما چی کار داری؟ کاری داری بگو، ما انجام میدیم، ما انجام میدیم. پر برکت تر از این موجود در این عالم نیومد. بعد بدونی ایام فاطمیه رو ول نکنید، مجلس حضرت صدیقه طاهره.